طلای آب شده گفتن نخرین. خیلی از مردم حالا چون میخوان به هر حال از تورم عقب نمونن و اینها میرن طلا میخرن. اونم میگم بذار طلای آب شده بخریم که بدون اجرت نداره و اینها. ولی آقای کشتی آرا یه بارم مهمون همین برنامه سلام صبح بخیر بودن. تو همین برنامه هم گفتن که من به مردم پیشنهاد میکنم طلای آب شده نخرن. از آقای کشتی آرایی بعیده، بیشتر از اون حد معمول، از آقای کشتی آرایی بعیده که مس و اینها باشه. بعد گفتن که مردم تشخیص نمیدن. از آقای کشتی آرایی شما عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهرید، اتاق اصناف. آره خودشون گفتن طلای آب شده رو شما از محل صاحب مجوز که بخرین بهتون طلا میده به شکل شمش کوچولو مثلا. آره دیدم. بله میخرین. بله میدونم. یه برگه بهتون میدن. این برگه حاوی اطلاعات استاندارد عیار و کیفیت. شما که خریدین طلای آب شده بلدین؟ دارم زندگی میکنم تو این شهر. خب نه میگه نخرین. نه خودشون تو این برنامه اصلا اومدن گفتن مردم تشخیص نمیدن. بعد که میخواین مردم طلا رو که میخرن خانم آره. نصیری، طلا رو به عنوان سرمایه میخرن، نه برای آویختن، نه به عنوان جواهر، نه به عنوان زیورالات. لذا ترجیح داره یه طلایی بخرن که کارمزد نداره. آره دیگه. بعد میرن چیکار میکنن؟ میگن آقا ما یا طلای مستعمل میخریم. همینم گفتن نخریم. خب همین، یا طلای مستعمل میخریم یا طلای آب شده میخریم. چه طلای مستعمل چه طلای آب شده رو باید از اهلش بخرید، نه اینکه نخرید.